هنوزم میری پودر سنگ مصنوعی میخری کیلویی 15 20 هزار تومان، بیا من خودم با 2 3 هزار تومان بهت یاد میدم که جمعش کنی. اونم چه پودر سنگی بچا، ببینید پودر سنگش به این سفیدی، صداش هم بشنوید، لعاب سرامیکی هم داره. خب میذاریمش کنار، یه ظرف میذاریم بچا، ترازو روشن میکنم، 500 گرم گچ سفید ساختمانی اضافه میکنیم، میشه 1000 تومان حدودا. صفرش میکنم بچا، 100 گرم سیمان سفید اضافه میکنم، اینم بگید 500 تومان، 1500 تومان تا اینجا. این محلول متارزینه. 30 گرم از این متارزین رو بچا میریزیم تو 1 لیتر آب، هم میزنیم و 200 گرمش رو از این 1 لیتر آب رو میریزیم داخل این ملات. حالا من چون میخوام رنگ سیاه بدم بهش، یه مقدارش رو خالی میکنم، یه ظرفم نصفش رو این قدرش رو میذارم و بچا رنگ مشکی رو بهش اضافه میکنم. حسابی هم میزنیم که رنگمون تو آب حل بشه. بچا اینقدر هم میزنیم که تمام رنگدانه‌ها باز بشه. ما بقیه متارزین و رنگمون رو به ملات اضافه میکنیم و حسابی هم میزنیم به مدت 1 دقیقه که هم رنگ بشه کل ملاتمون و به این غلظت برسه. بعدش از ارتفاع به صورت سوزنی وارد قالبش میکنیم. اگه نمیدونی متارزین چیه، پیج ما رو فالو کن و کلمه متارزین رو برامون کامنت کن که برات لینک آموزش و خریدش رو میفرست. و توی کامنت ها بهم بگید که ارزش این گلدون توی بازار چقدره.